بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم. ما قرار داریم در مخرج حرف ها و مخرج دوم این حلق می باشد. حلق به 3 قسم تقسیم می شود. یکم قسم پایانی حلق که از آنجا همزه و حرف ه می براید. در رسم ببینید اینجا قسم پایانی حلق. دوم این قسم مابین حلق که از آنجا حرف های عین و ه می براید. ببینید اینجا قسم مابین حلق می باشد. و سیوم قسم بالای حلق که از آنجا حرف های غین و خا می براید. اینجاست قسم بالای حلق. ببینید در رسم. خلاصه دوستان این 6 حرف از حلق می برایند. ایزا این 6 حرف را حرف های حلق می مانند. چطوری که به ما معلوم گشت مخرج آنها حلق می باشد. اکنون می گذاریم مثال های هر یکی آنها را خوانده می برایم. مخرج همزه و ه قسم پایان حلق می باشد. مثال ها ا، ای، او، ا. همزه دویم با ساکن آمده است. ای، او، امر، امر، ارمی، سأل، قرأ، یأمر. در اینجا همزه با ساکن آمده است. و می گذاریم به حرف ح. ح، هی، هو، اه، ای، او، اهتدى، يهتدي، هذا، هي، هو، دهر، اهدي، زه. مخرج حرف های عین و ح قسم مابین حلق می باشد. ببینید در رسم قسم مابین حلق. مثال ها را می خونیم. ع، عی، عو، ا، ای. هنگام تلفظ حرف عین بعضی ها خطا کرده قلقله می کنند. ا، ای. این خطا است. ما باید عین را قلقله نکنیم. ا، ای، او، اعلم، يعلم، عمل، عمل، علم، عالم، عيد، عود. و مثال های حرف ح. ح، حی، حو، اح، اح، اوح، احسن، يحسن، حسن، حسن، حساب، حاسب، حین، حور. می گذاریم به حرف غین و حرف خا. چنانکه که در بالا گفتیم مخرج حرف های غین و خا قسم بالای حلق می باشد. این حرف ها صفت استعلا را دارند، یعنی قفس خوانده می شوند. ببینید دوستان در رسم قسم قفای زبان به ملائمی کام می رسد. حرف غین پایانتر است و حرف خا باشد کمی بالاتر است.
اکنون مثال های آنها را میخونیم. غا، ما گفتیم حرف غاین حرف استعلا است، غفظ خوانده می شود. غنه غا به طرف آ مایل کرده می شود. غا، غی، غو، اغ، ایغ، اوغ، اغلب. بعضی ها خطا کرده حرفی غا را با قلقله می خوانند، چنین اغلب. این خطا می باشد، ما قلقله نمی کنیم. اغلب، یغلب، غالب، غولب، غل، غاب، یغیب، غوطة. میگذریم به مثال های حرفی خا. حرف خا نیز حرف استعلا می باشد، غفظ خوانده می شود. خا، خانه، خا، خی، خو، اخ، ایخ، اوخ، اخلف، یخلف، خلق، خلق، خلقة، خاف، یخیف، مخوف. سوال ها برای سنجش. یکم، مخرج حلق به چند قسم تقسیم می شود؟ دوم، مخرج همزه و حرف ح کجاست؟ سیوم، مخرج حرف های عین و ح کجاست؟ چهارم، مخرج حرف های غاین و خا کجاست؟ و پنجم، کدام از این حرف ها صفت استعلا را دارند، یعنی غفظ خوانده می شوند؟ وظیفه خانگی: مثال های حرف های حلق را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.